سلام دوستان، به کانال خودتون خوش اومدید. لطفا ساب و حمایت یادتون نره. میریم سراغ قسمت دوم بازی خانم کوچولو. بزن بریم. نگاه کن، این همون مخفیگاه منه. جالبه، ولی چرا یه مخفیگاه داری؟ از دعوای مامان و بابام خوشم نمیاد. وقتی میام اینجا میتونم توی رویه هم غرق بشم. فهمیدم. عاشق کتاب رنگ‌آمیزی من. میخوام با خودم ببرمش تا حوصله‌ام سر نره. باشه؟ این دفتر خاطراتمه. هیچکس تا حالا نخوندتش. میخوای بخونی؟ این بابزیه، نگهبان مخفیگاه. چشمش رو میبینی؟ توی مبارزه با یه هیولا اینطوری شده. یه هیولا؟ چه ترسناک. آره. ببین، من اینو کشیدم. همون روباهیه که از پنجره نگاش میکنم. اسمشو گذاشتم بنجامین. روباه خیلی بانمکه. روباها برام اهمیتی ندارن. دوست دارم برقصم. این آهنگ همیشه پخش میشه. این عروسکای کاغذی رو خودم ساختم. این کیمبرلی، این هم استیون. اونا تو سفرن، دارن با آدم بدا میجنگن. اکلیلم. یه بار اینجا یه هیولا دیدم. انگشت و نشونش دادم، رفت و دیگه بر نگشت. ولی قبل از اینکه بری بگو کدوم اسباب بازی رو با خودت میبری؟ نمیشه دوتا؟ نه دخترم، فقط میتونی یکی رو ببری. یادت باشه انتخابی که انجام میدی خیلی باش، یکی رو انتخاب میکنم. تک شاخ نرم و قشنگم رو انتخاب میکنم. عالیه. به کمک تک شاخ جادویی دیگه اشتباه نمی کنی. میدونم. میدونی دوست دارم رو چیزای مختلف اکلیل بریزم تا براق باشن. آره. شادی واسه همه چیز. هی، توی که پشت صفحه نشستی، یادت باشه بهت گفتم اون امروز میمیره. لطفاً بین خودمون بمونه.